ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 جامعه دیوتی ربودی شهر ترسونزاده با مرام ادامه دارد. این بنا از دو آشانه عبارت بوده دارای 16 صنفخانه کشوده بر هوا و 4 کابینت کاری میباشد. ساختمان تعلیمگاه تابستان سال 2015 شروع شده بود. حالا کارهای اساسی ساختمان انجام یافته است. فقط نصب ناقل‌های برقگزار و دیگر کارهای درونه باقی مانده‌اند، میگویند آموزگاران. گفتن جایز است که بینای کهنه تعلیمگاه مذکور سال 1952 ساخته شده عین زمان در حالت صدمه‌وی قرار دارد. ساختمانچیان باید جد و جهد زیاد مهنت کرده ایستند که ما از این خیلی خرسند هستیم. با شرافت دستگیری پرزیدنت محترم جناب عالی و رئیس شهرمان سجاد سلامزاده ما خیلی می‌نداری خود را بیان می‌سازیم که از سال 2015 بنابر زیاد شدن تعداد خوانندگانمون که صنفخانه‌هامون با 3 بست عمل می‌کردند و نظر گرفته امکانیت دادند که ساختمان مؤسسه آغاز کرده شود. از سال 2015 ساختمان در حجم 16 صنفخانه 4 کابینت اتاق‌های علاوه‌ای جمع 20 صنفخانه ساختمان آغاز گردید. حالا ساختمانچیان با جد و جهد زیاد مهنت کرده فعالیت کرده ایستادند. ما امید داریم از محترم رئیس شهر و صاحبکار محب جربک خیلی می‌ندار هستیم که ساختمان چنین یک مؤسسه زمانوی را به عهده گرفتن و برای ما این خیلی می‌ندار هستیم از این. در ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 جامعه دیوتی ربود شهر ترسونزاده سهم صاحبکار محلی جورابک محیبوف نیز باریز است. تحت دستگیری‌های این شخص سخاوت پیشه مسئولین نیادارند که تا آغاز سال خوانشی نو مکتب را ساخته به استفاده بدهند.